داملای شیرینسخان از شما خواهش میکنیم که به سوال من جواب دهید. چرا در آخر سوره فاتحه آمین میگوییم و در دیگر سوره ها نی؟ معنای آمین البته معناش میشه اللهم استجیب، یعنی بعد سوره الحمد وقتی که تلاوت کردیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین گفتند آمین میگی. معنای آمین استجیب، اللهم استجیب، بارا خدایا قبول کن، معناش همین میشه، یا اقبل، قبول کن میشه. در اخیر سوره فاتحه آمین گفتن سنت است، اینه که در همه مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت، خواه شافعی باشد، حنبلی باشد، مالکی باشد، حنفی باشد، همه چهار مذهب ده هست که آمین بعد سوره الحمد ولا الضالین گفتند آمین میگیم. خواه امام باشد، خواه تنها گذار باشد، خواه نماز فرض باشد، خواه سنت باشد، خواه نفل باشد، هیچ نماز به الحمد نمی شود. رسول اکرم در یک حدیث میگه که لا صلات الا بفاتحه الکتاب، نماز جایز نمی شود به سوره الحمد. اون نمازی که سوره الحمد نداشته باشه اون نماز نمی شود. یعنی خواه نماز نفل سنت فرض واجب هر کدامش که باشد سوره الحمد هست، بعدی ولا الضالین گفتن آمین گفتن چیش سنت هست که رسول اکرم آمین گفته بودن. معنای آمین اللهم استجیب یا اقبل، خدایا قبول بکن، دعاست. در قرآن آمین نه آمده است، در قرآن آمین نوشتگی نیست بعد الحمد، اما گفتن این سنت است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمین گفتند. حدیث هست که از ابی هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو هریره از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کرد که اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین. رسول اکرم گفت که وقتی که امام در نماز جماعت باشد قرائت کرد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که گفت، در دوامش امامم آمین میگن، مقتدی هم باید که همه آمین میگن، تنها گذارم آمین میگن. یعنی آمین گفتن سنت. فإن الملائکة یقولون آمین و این الامام یقول آمین فمن وافق تأمینه تأمین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد و ابو داود و نسائی. این سه کتابی صحیح در آمدگی است، هم امام احمد روایت کرده است، هم امام نسائی روایت کرده است و هم ابو داود روایت کرده است که همین حدیث خواندگی را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند. یعنی زمانی که آمین شما با آمین فرشته ها ملائکه ها موافق آمد، خداوند گناه های شما را بخشیده می‌گرداند. این قدر اجر ثواب شد. اما در مسئله بلند گفتن و پس گفتنش در اینجا اختلاف است که مثلا در مذهب امام احمد حنبل شافعی ها آمین بلند میگن، اما در مذهب امام اعظم ما و شما آمین پس میگیم. اگرچه که در این باب حدیث های زیادی وارد شدگی است از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، با بلند گفتنش هم حدیث های پیامبر هست و پس گفتنش هم حدیث های رسول اکرم هست، اما ما و شما که در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم، امام اعظم و هم علمای پیشینه ما آمین پس گفتگی هستند، ما و شما هم پس گفته رفتن میگیریم. در این باب شورای علمای جمهوری تاجیکستان هم فتوا برآمدگی و در جانب مرکز اسلامی که آمین در نمازها پس گفته شود. همه جاده در ما و شما البته که آمین پس میگیم. معنای آمین همین است. در دیگر سوره ها نه، فقط در سوره الحمد است، اما در دعاها هم است. در سوره بقره در اخیرش آمین گفتن سنت است. وقتی که تلاوت هست که واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هر یک گفتگی همین دعا که هستی باید آمین بگه شنونده. واعف عنا، خدایا ببخش ما را، واغفر لنا، خدایا گناههای ما را مغفرت بکن، فانصرنا علی القوم الکافرین، نصرت بده خدای ما را بر بالای قوم های ظالم کافر. یا هر کدامی ده باید که آمین، یعنی اقبل، خدایا اجابت کن. دعا را گفته آمین گفتن در اینجا هم هست. در غیر نماز هم در دعاها امام که وقتی که دعا کرد دیگرها آمین میگن، یعنی خدایا همین دعا قبول بکن، معناش میشه آمین.
یا نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعا کردن که گرفتن همه بگه صلی الله علیه و سلم بگن یا اللهم صل علی محمد و علی محمد بگن. این تا خف شیشتن نه دعا را بفهمی کنده واری نه آمین بگوی نه صلوات بگوی. این چی است؟ رسول اکرم در حدیث میگه که دعا همه وقت قبول می شود که یقین داشته باشید. میگه که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، دعا کنید شما در حالی که به اجابت شدن او یقین داشته باشید که خدا دعای شما را قبول میکند. ولا یقبل دعا من قلب غافل، خدا دعا را از دل بیهوده و آدم بیهوده بی‌پروا دعاش قبول نمیکند. در دعا کردن باید به ذوق و هوس دعا کنه آدم، خدا را در نزد خودش حاضر و ناظر بدانه دعا کنه.